صلح بهار است، بهار آورد، رونق شادی و برار آورد. صلح دهد شرشره جوی آب، صلح دهد حسن پر از آب و تاب. آری صلح مفهوم است پر آب و رنگ، افاده کننده امنیت، آزادی، آسایشتگی، استقلالیت و نشانه آبادی و زندگی آرامی دولت و ملت. صلح تجسمگر شادی و نشاط، همدیگر فهمی و وطن دوستی است. برای به دست آوردن صلح هنوز از دوره‌های سالهای جنگ بزرگ وطنی مردم ما در جنگ‌های خونین و درد افزا برای به دست آوردن صلح و دوستی و حمایه وطن خویش جان خود را دریغ نداشتند. فرزندان و همسر مهربان خویش را به حال خود گذاشته بهر حمایه وطن خود کوشیدند. در جنگ سختی های زیاد، گرسنگی و افسردگی های زیادی را پس سر نمودند. این قهرمانی های چنین فرزندان با ننگ و ناموس ملت بود که امروز مایان در آسایشتگی با امید و آرزوی خویش عمر به سر میبریم. با دستگیری های بی اندازه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ملت با ننگ و ناموس تاجیکستان با تمام کشورهای دنیا روابط دوستی دارد که آنها تاجیکستان را همچون کشور صلح‌خواه اعتراف نمودند. امروز در جمهوری تاجیکستان کلمه صلح با وحدت پیوند گردیده است و هر سال 27 ایون همچون روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. امروز را مردم ما همچون روزی به هم آیی، همدیگر فهمی و صلح جشن می گیرند. تاجیکستان می کنم شکر کم و بسیاری تو، می کنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمی خواهم، وطن هستی بس است، با خس و خاورت برابر زندگی کردن بس است.